را شنیدم راحت برادر برگزیدم ای کاروان کربلا من هم رسیدم. جاده همش خاطر است، همش خاطر است، همش جاده خاطرات دوران جنگ که با چی شور روزاقی میرفتیم و چی شور دشقیمی برمیگشتیم. On September the 22nd, 1980, Saddam's Iraq invaded Iran. Within weeks, 100,000 Iranian volunteers had reached the front line, and they too marched to war, wrapped in the story of Imam Hussein and Karbala. For 8 years, mothers sent their sons to the front. It's been estimated that by 1988, 500,000 had been killed. But no one really knows. Boys as young as 12 were sent to the front with a little sword to wear around their necks. It was the sword of martyrdom. بچه‌م پرسید که اینجا چیه؟ چرا بابا اینجوری شدی؟ چون حالتم دید. گفتم اینجا اول که من عازم به جبهه شدم اینجا بودم. اینجا با بچه‌ها بودیم، بچه‌ها خیلی باصفا بودن و خیلی هم همینجا اتفاقا شهید شدن. خیلی برام مونده بود که دوستانم رفتند و ما موندیم.
از بهر دفع دشمنان آماده باش ای لشکر صاحب زمان آماده باش بهر نبردی بی امان آماده باش واقف بودم من که الان که دارم میخونم اینو الان که رفتن یه سریشون شهادت نصیبشون میشه، یه سریشون به اسارت گرفتار میشن، یه سریشون مجروح میشن، یه سری هم برمیگردن. اینه کاملا واقف بودم من. ای عارفان به عاشقان آماده باش این اشرافان ریشه در اعتقادات ما داره. محتوای اینه که شما که الان دارید میرید، دارید جایی میرید که راه امام حسین رو ادامه دارید میرید. این راه شما رو در سرای جنت میبره. شب عملیات ما بغل میکردیم همدیگر رو، بعد وعده میدادیم به همدیگه سال بس هر کسی که شهید شد فردای قیامت دست ما رو بگیر. برامون خیلی سخت بود جلوی. دیگه بس انتظاری کربلا، دیگه بس انتظار به جان مادر زرازی آقا. گاهی از منم سوال میشه شما هیچ وقت شده مثلا پشیمون بشید از این کار که کاری کردید که خیلی مثلا رفتن کشته شدن، حالا ما میگیم شهید شدن؟ من میگم نه، هیچ وقت یک ذره شک و تردید به من راه نداده. کار خدا بود و راه امام حسین بود، کار دفاع مقدس بود. این به حساب اندوه و این حزن رو تحمل میکردیم. The army of the hidden Imam, an hour before battle. The hidden Imam was the 12th and last of the descendants of the Prophet who were revered by the Shia. It is said that he never died, but went into hiding. The Shia wait for his return. They believe he will reappear at the end of time. And then, in the final battle of good against evil, he will bring justice and avenge the blood of Hussein. تا آخر همین راه امام حسینه. تا آخر زمان که ما اعتقاد داریم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ظهور میکنه، اونم شعارش اینه که یا لسارات الحسین، رو پرچمش اینه که یا لسارات الحسین. ما انتقام گیرنده خون امام حسینیم از ائمه الکفر، یعنی اونایی که مظهر ظلمن، که الان اعتقادم اینه بلر، بوش، تمام این افراد از ائمه الکفر هستن و ظالمان هستن.